سایت یقیده مکتب قلم را دانلود کنید. مکتبه قلم را از اینترنت و در داخل از این اشتراک تمثیل برام با تمجا به شما کتاب میرسه. کتاب خوبی است. در رابطه با شیخ ابن باز رحمه الله گفته که آیا شیخ ابن باز جنیات درس میداد ولی رکوب میکرد یا خیر؟ در رابطه وقتی ما مدینه رفتیم یک قصه مشهور بود در بین اهل مدینه که در داخل جامعه مدینه، در جامعه که ما دست ثانیب چند بچه اتاق نشسته بودن درس میخواندن. باز یک تشکیل بود طرف دوری اتاق نشسته بود و دیگه گفته که در برادر پیش کو بازی پیش نکرد. باز هم خودش از جای دور مثلا 3-4 متر دور نشسته بود، دست خود دراز کرده، برادر پیش کرده. وقتی دست خود دراز کرده دستش دراز شده. بازی رفیق باش کنه ترسید که چرا کار کردی؟ یعنی تو چرا هم دست دراز شد؟ باز گفتم من جین هستم برای شما درس میخوانم. بازی را بردش لباس و ابن باز وقت مدیر همین جامعه مدینه بود و پیش از او بردن و برایش پرسان کرده تو از کجا هستی؟ گفت جین هستم، نمیدانم از یمن هستم، از کجا درس میخوانم، میخوام که سند جامعه اسلامی را بگیرم. باز همه قسم قصار میکنه مردم قصار میکنه. باز ابن باز گفته که صحیح درسای تا بخوان لکن دیگه خدا نشان ندی و کسی نترسانی. یعنی دیگه دوباره پس غایب شده. و خاطر اینکه مردم نترسانه. دیگه برای مردم قصه میکنه لکن کسی صحیح نیست که وقتی که ابن باز وفات کرده کدام کسایی که با جنیات تعلق و سر کار داشتن و از جنیات نقل قول کردن که جنیات بسیار خوشحالی کرده. جنیات شیاطین بسیار خوشحالی کرده به اینکه گفته بسیار خوش شدیم به اینکه زیاد از ابن باز گفته میترسیدن. زیاد شیاطین کل جزیره عرب جنیاتی که داشتن گفتن ما از زیاد میترسیدیم و یعنی این هم امکانش میده بله از علمای صحیح میترسن خیلی زیاد جنیات. حتی شیخ عبدالسلام رستمی رحمه الله صاحب تفسیر احسن الکلام وقتی دوره های تفسیر شروع میکرد جنیات بسیاری در مجالس تفسیر میآمد و همچنان در داخل وطن شما بعضی از برادرها وقتی درسارش شروع کرده بودن میگه جنیات با ما گپ زده صحبت هم کرده و قصه مشهور عبدالظاهر دایی استاد عبدالظاهر است که جنیات تقاضای مناظره را کرده کلان جنیات. باز بالاخره قصه شانی شده که جنیات گفته که آمدن که ما کلان ما رو میاریم مناظره میکنیم در داخل تشناب میشینیم داخل تشناب بیت الخلا و عبدالظاهر دایی گفته که داخل مسجد بحث میکنیم گفته نه در داخل بیت الخلا از در جایی که نجاست ها وجود شیاطین بسیار خوشحال میباشند خوش دارن مجالسی همین کنسیف و جای را شیاطین و رسول الله علیه و آله میگه ان هذه الحشوش محتضره اینمی جای قضای حاجت که از جای حضور جنیات است. لحاظا وقتی که داخل میشه ما شما بگیم بسم الله پرده میشه بین اولاد جنیات اعوذ بالله من الخبث والخبائث از شیاطین نر و ماده و الله پناه میبرین زیرا محل بودن شیاطین است. لحاظا اگر امکانش هست که لدوکوب کردن جنیات بله لدوکوب کردن جنیات ما قبلا گفته بودم که این قسم کشیدن درست نیست لکن بعدا دوباره پس بیان کردم که این فتوای ما اشتباه بوده و لدوکوب کردن جنیاتی که در وجود یک انسان داخل میشه اگر به تلاوت قرآن کریم و به نصیحت و به دعوت خارج نشد باز یک به زدن کشیدنش جایز است. بلکه به می زدن ابن قیم رحمه الله از شیخ الاسلام نقل کرده که یعنی هر قدر مریض میزنی مریض جوگار نمیشه بعد از برآمدن جنیات یعنی مریض جوگار نمیشه. حتی شیخ الاسلام قصهش همین قسم است که وقتی مریض پس خوب شده بلند شده گفته که توی چی میگونی شیخ الاسلام گفته بسیار خوشحالی کرده گفته تو در خانه ما آمده یعنی اول به مشکلی جن گپ میزده و او را زیاد زده شیخ الاسلام رحمه الله. این طریقه هست احیانا لدوکوب کردن جنیات. بارک الله فیکم. من به درس نبودم نمیدانم جواب را در درس دادین یا خیر. سوال اول تا جواب دادم که پولی که میخری پول اصلا چیزی است که دست به دست خریده میشه. هیچ رقمی پول از میخری و در پی نفر دیگه است. پول یدون بیدین هست دست به دست. وقتی پول میخری بگی در دست خودت یعنی دست به دست باید باشه. این که در روی عوام میخری یک چیزه این طریقه نیست در اسلام والله اعلم. اما سوال دومید که کمیشن کاری جایز است بله به شرطی که ظلم نشه سر مردم به اندازه چیزای کم و تم یعنی به اندازه که یه نفر راضی باشه بگو که به او دروغ نگوی که اینی قدر پول به ما میدم بگو اینی قدر پول ما برات پاسپورت میگیرم من کوشش میکنم زحمت میکنم میگردم چند روز و در عوض یمی زحمت و تلاش تماس میگیری و نفر پیدا میکنی و کار میکنی پول گرفتن جایز است. در مورد جن خندیدم گفته بودن در وجود شما جن است
بله عبدالله برادر، بارک الله فیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. او برادر تنها مرا نگفته بلکه تعداد زیادی از دوستا را میگه. هر کس همینطور با ما دوستی خیلی خوب است، با ما خیلی محبت میکنه، لکن همین گپ را حقی ما گفته بود پیش بعض دوستای دیگه با من نقل کردن. خب اگر خواستی الله باشد سفر پیش رو داریم، چند تا تذکر و نصیحت برای ما. خب الله سبحانه و تعالی سفر شما آسان میگردانه. در سفر ما چند بار خواستیم بعضی متن‌ها را جمع آوری کردیم که درباره آداب و احکام سفر گپ بزنیم، زیرا ما و شما دوستا اکثر ما یا مسافر هستیم یا سفر میکنیم یا سفر پیش رو داریم. یعنی در سفر خواهر رفت آمد ما شما هست. اکثر جوانان خصوصا موحدین بیچاره در روی زمین غریب هستند، از این طرف به اون طرف سفر کنید، از اون طرف سفرها زیاد داره دوستا. ان شاء الله که در این مسئله ما آماده از این میشم که یگان چیزی خوب یگان شب کنفرانسی کامل بگیریم درباره سفر، احکام آداب سفر. خلاصش هم است که قبل از رفتن به اهل و عیال خود انسان چی بکنه؟ نصیحت بکنه، برایشان خیرخواهی بکنه، بگه ما برای مدت یک ماه یا یک هفته شما این کارا را انجام بدید و این کارا را نکنید. دیگه پا نصیحت و خیرخواهی دیگه. استخاره بخونه قبل از سفر، بگه یا الله من تو یک سفر دارم، اگر خیر است نصیب ما بکو و اگر نیست من از سفر دور بگردان. خوب استخاره با اخلاص او همچنان رفیق داشتن در سفر، انتخاب دوستی صحیح، زیرا دوستی صحیح در سفر بسیار بکار است. تنها سفر کردن حتی منع شده، در سفر رفیق صحیح داشتن و همچنان دیگه آمادگی توشه گرفتن، تزودو توشه داشته باشید، توشه سفر، پول و پیسه، اگر چیزی مقدار ضرورت و اسباب سفر آماده کردن. 92 28 35 46 28 5 از اینجا گرفتیم کجا هست؟ تلفن من نشان میده. صبر کوی چالش رو بس. تلفن و در سفر زیاد انسان دعا بکنه، زیرا دعای مسافر قبول میشه. و همچنان در سفر که میری، یعنی در مسیر سفر دعاها و اذکار که از رسول الله صلی الله علیه و ثابت شده بود، دعاها و اذکار را در مسیر سفر انسان ترک نکنه. و در جایی که میرسی در اونجا باز دیگه احکامی که مربوط به تو میشه که در جا پایین میشی، در اونجا برای یک مدت مقیم هستی، کدام اخلاق و کدام رویه را با مسافران با مقیمین داشته باشی. و در اخیرش رسول الله علیه گفته که سفر قطعی عذاب است. وقتی که شما سفرتان حاجتتان برآورده شد، عاجل به خانهتان باز بگردید، یعنی به رفتن به پس به خانهتان عجله بکنید. پس سفر احکام زیاد داره، آداب زیاد داره. الله متعال توفیق عمل بده. بارک الله فیکم. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و گستاخی و مزاحمت نمیشه که ما صحبت کنیم؟ مهربانی برادر گرامی، ما میشنویم ان شاء الله. بزرگوار، ما از سالیان سال است که شما را میشناسم و همیشه صحبت میکنیم و مثل ای که از ناحیه حنفی مذهبا شما کدام ضربه دیده باشین یا کدام ضرر به شما رسیده باشه، چی جسمی باشه چی مالی باشه، او را من نمیفهم. اما تو از صحبتایتان امور رقم عقدمندانه صحبت میکنین و یعنی امی علمای کرام نادیده میگیرین زحماتشه و دائم احناف رقم است. مثلا در کتابایتان ایگه بس مثلا در فلان کتاب فقه تاین تشریکیات است، این خوزه بلد است، این رقم مثلا مصیبت است. خب ما نباید پای عیوب دیگر را بگردیم. این خوب است وقتی که ما یک حلقه درس می داشته باشیم، یک حلقه تدریس می داشته باشیم برای روشنگری، برای آموزش طلبا و شاگردا، اونا را آگاه بسازیم، بگوییم اینی اقوال است، اینا بزرگوارا اشتباه کردن، اینا مشکل داشتن، علمشان به این مسئله نرسیده یا حدیث برشان نرسیده. این قول و این نظریات خودشان است. اما همیشه بسیار زیاد ما عفو میخوایم،
مثل مگسگونه ما باشیم که پای پلیدی ها بریم، پای خرابی های یک انسان، یک فکره باشیم، یک مکتب باشیم، یک مذهب باشیم. از خوبی های از او قطعا ما هیچ وقت صحبت نکرده باشیم، همیشه پای مشکلات از او باشیم. مثل که یک بغض درونی ما، یک مثلا یک مشکل داشته باشیم که مشکل ما شخصی باشه. همیشه از صحبت های شما من رقم یک برداشت صورت گرفته است شخص خودم و مثل ما صدها جوان دیگه است و میگن که متکبرانه است صحبتاش و مغرضانه است و یعنی متکبرانه و مغرضانه و خیلی خود علامه وقت فکر میکنن. یا میخوایم از زبان خودتان همتون مستقیم این مطلب روشن بسازیم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیر و الله سبحانه و تعالی شما را خیر بده و الله متعال کل ما شما را ادب و اخلاق درست و صحیح نصیب بگردانه. مسئله اول که خیلی لازم و ضروری است به گفتن و ایمی هست که هیچ وقت برداشت خود را سر کس تحمیل نکنید. تکبر در قلبش باشه و جنت داخل شده نمیتونه. با شنیدن این حدیث عبدالله ابن عمر زوف میکنه، بالاش یعنی حمله میه به که زوف میکنه، میگه یک ذره تکبر در قلب باشه انسان جنت نمیره. لکن تکبر چرا میگه؟ یعنی مسئله دوم است. تکبر چرا میگه؟ رد کردن مسائل ضعیف و خطا و خلاف احادیث نبی صلی الله علیه وسلم، رد کردن مسائل تکبر نام شدن اشتباه است. تکبر هم است که حدیث نبی صلی الله علیه وسلم را برای یک مقلد پیش کنی و قبول نمیکنه، میگه در مذهب ما نیست. یا مثلا میگه که قال بسیار است، مرا ابو حنیفه در کار است. یا میگه که والحق والانصاف ان الترجیح في هذه المساله للشافعي، مثل محمود الحسن دیوبندی شیخ الهند کلان آدم است، میگه حق و انصاف گپ شافعی است، لکن ما مقلد ابو حنیفه رحمه الله است قبول نمیکنیم حق و انصافه. خوب دقیق شو، این بزرگترین متکبر کسی است که حدیث رسول الله علیه السلام براش بیه قبول نکنه. پس کسایی که ما را متکبر میگه ما برای ازیا چالش میدیم به می دوست تو می دوستا را جمع بکن، در یک مجلس ما را بیار، مهمان ما بساز، با ادب و با اخلاق بنمی کنفرانس ما 100 حدیث متفق علیه براش نشان میدیم قبول نمیکنه، چون که چنان که لکن لحاظا حدیث قسم و قسم میکنه تا اینکه مذهب خود بلند بسازه و حدیث زیر مذهب بزنه. لحاظا دوستی مثال های زیاد بارها بیان کردیم و دقام 100 مثال برای بیان میکنیم، لکن تو متوجه باش که اول گپای ما خلاص شد برادر گرامی. و ای که میگه در پی عیوب مردم باشی، ایگه به تام اشتباه است. ما در پی عیوب کس نیستیم، ولله الحمد والمنه. درس تفسیر داریم، درس حدیث داریم، درس عقیده داریم، لکن در بین درس وقتی که یک گپ خلاف قرآن و سنت از هر مذهبی که باشه او را رد کردن سر ما فرض است. و ای که زیاتر ردود سر احناف میشه به خاطر سه گپ. گپ اول، ما در جامعه حنفی زندگی میکنیم، ما در بین احناف هستیم، به برادرای حنفی خود مسائل بیان کنیم، این مسئله که شما به او عامل و معتقد هستید خلاف قرآن و حدیث است. به این خاطر دوم، مذهب احناف اگر این گپ از باب قارد نبیه باب درست باشه، مذهب احناف در بین سه مذهب مسائل اشتباه زیادتر داره، زیرا این مذهبی هست که اساس و تهدابش بر رأی گذاشته شده. اهل رأی و از حدیث یعنی خیلی مهارت و دسترسی بالا به مثل سه مذهب دیگه نداشته، لحاظا مذاهب ازی زیادتر ضعیف بوده، به این خاطر وقتی که رد میشه انسان جگرخون نشوه. امام بخاری رحمه الله صحیح ترین کتاب نوشته کرده، در داخل صحیح بخاری از کتاب الایمان که شروع کرده تا آخرشه در مسائل بسیار زیادی بر حنفی ها رد کرده. چرا رد کرده؟ به خاطر از اینکه حق واضح شود. تا اینکه انسان حق را بیان میکنه مخالف حق بیان میکنه که این مسئله اشتباه است و این مسئله باید چی شود؟ رد شود. و اینکه میگه زحمات علما را نادیده میگیری، اصلا نه خیر. ما زحمات هیچ کسی را نادیده نگرفتیم، هر کسی که در اسلام زحمت کرده الله برش خیر بده، لکنی که اجر و پاداش ما نمیدیم، اجر و پاداش الله عزوجل میده. ما
همیشه میگیم که از همه علمای اسلام استفاده ببرید و به همه علمای اسلام شما احترام داشته باشید و الحمدلله ما منهج ما می هست. اما این که ما بگوییم که امام شافعی جاهل بود و مثل مولای نورالانوار و بگوییم که جهل شافعی جاهل است از ما عالم است و به مثل فتاواهای بزرگ شما که میگه که ما مذهبنا صواب و يحتمل الخطا، از ما صحیح از دیگه خطا است، یا اینکه کل حدیث و آیه که مخالف مذهب ما باشه یا منسوخ است یا مؤول، این گستاخی شما نمیگید، در حالی که این بسیار گستاخی کلان است و در اصول کرخی آمده. لحاظا دوستی ارجمند، ما از حنفی ها ضربه دیدن نخیر. ما پدر کلام ما در حنفیت تیر شده، ملت و مسلمانای وطن ما کل حنفی ها هست، خیش و قوم ما کل حنفی ها هست، دوست و رفیق ما کل حنفی هست. ما با حنفی ها نه دشمنی داریم، نه جنگ داریم، نه جدال داریم، نه کشت خون داریم، نه کدام مشکل داریم. ما با حنفی ها چی مشکل داریم؟ ما در داخل قریه ما مدرسه داشتیم، حنفی ها مهمان ما میشد، ما مهمان حنفی ها میشدیم. حنفی ها در عروسی ما میآمد، ما در عروسی ازا میرفتیم. مولوی های حنفی، ما با حنفی ها کدام عقده نداریم. میگه و شما از پیش خود میگید برادر ارجمند، و اینکه میگه که یعنی خوبی هاشون نادیده بگیریم، خیر. خوبی هایشان الحمدلله در کدام مسئله که قول احناف راجع باشه، ما در داخل درس تفسیر، در داخل درس البخاری میگیم که در این مسئله قول احناف قوی هست و اینا با افتخار میگیم این مسئله احناف صحیح است. مثلا در چند شب قبل برادرها درباره زیارت قبور پرسان کردم، ما گفتم این مسئله قوی احناف قوی هست که میگن زیارت قبور برای زنها هم جایز است، در حالی که در جزیره عرب فعلا مشایخ علما، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، دیگه بزرگا و کسایی که یعنی ما پیشان درس خواندیم، مشایخ ما کلشون میگن که برای زن جایز نیست رفتن قبرستان، لکن ما گفتیم که نه، سخن ابی حنیفه در اینجا قوی است و دیگه مسائل زیاد. لحاظا برادر ارجمند بارک الله فیکم، یکی برداشت خود شماست، یکی تهمت بعضی برادرای دیگه هست و یکی حقیقت همی بود که من برات گفتم. و اگر تو یعنی خلافی گپای ما بازم کدام گپ انتقادی با مثال داشته باشی، با مثال ذکر کنی، بسیار خوشحال میشیم. خب جزاکم الله خیر. امرخم که صحبت صورت گرفت از جناب شما، امرخم در حقیقت بوده باشه، خوی گپ خیلی زیباست. ما کتابای فقهی ما را ما علیه بالله خدای خود نمیدانیم، اونا معصوم نیستن، همیشه اشتباه کردن و این چه هستن فلسفه وجودیشان است که اونا خطا بکنن، چون معصوم نیستن. این برای همه معلوم است. وقت زیبای شما را نمیگیرم، اونا را حزمش برای مردم عوام سنگین است. ما و شما اگر عقده شخصی با کس نداشته باشیم، با یک فکر و با یک مذهب نداشته باشیم و از حرفای ما معلوم میشه، ایره همه میدانه و به صورت امی گفتار شما و زیاد سر احناف رد کردن، این خود از یک نشانگر است که شما حتما کدام حساب دارین که در احناف. سخن شخصی من نیست، گپ شخصی من نیست و من بالاتر از 100 نفر براتون شاهد آورده میتونم که بیاید در این گروه از ویدیوهای شما را ما دیدیم و سخنان طولانی شما را ما شنیدیم و همیشه میشنویم. تو نیست که چشم بود هر کس هر گپ که زد ما را قبول بکنیم، در شان ما هم نیست. ما الحمدلله اگر مسلک ما چیز دیگه است، علوم دینی نیست، خواندیم علوم دینی را زیر دست. سلام علیکم رحمت الله. جناب شهر گرامی، یعنی برادر فکر کنم یک ویدیویی هم در ارتباط شما درست کرده بود، یعنی برات شما که نعوذ بالله یعنی یک گستاخ و نمیدانم چی و چنان در صفحاتشان نشر شد، صدایشان شناختن که احتمال داره که مو حسن و نامشون اون جدیدم صدایشان دوباره پلی کردم که این برادر اون برادری است که ویدیویی هم علی شما در فیسبوک نشر کرد. بس اینجا ان شاء الله که جناب استاد کجا رفت؟ برادر گرامی من هستم، بارک الله فیکم. تشکر از شما و تشکر از برادر دیگه که یک مسئله را یادآور شدن. یعنی شما ببینید برادر عزیز، یک کلمه میگم در این مورد بسیار رفا میخوایم، یک کلمه را میگم با شما صحبت بکنین. ما اکثر زیاد گوش میکنیم، کم صحبت میکنیم، اما همینجا غلط فهمی نشه. من آدرس دقیق شما را گم کرده بودم از خیلی سال میشه، واقعا تازه پیدا کردم از طریق یک دوست ما، تلگرام لینکش برام روان کرد، آمدم پیدا کردم.
از خاطر از اینکه من لینک شما را نداشتم، صفحه شما را نمیشناختم، آدرس شما نبود، به این لحاظ ما ویدیو را درست کردم. گفتم هم که اونجا یک چیز است برادرانه، او را برای جنابشان برسانین. و حال برادر ما چی میگه ما میشنویم. تشکر از شما برادر ارجمند. برادر ما فقط یک مسئله یادآور شد، لکن باز دوباره من میگم بخدا تکرار میکنم که من از اینکه بر حنفی‌ها در بعضی مسائل رد میکنم، از این گپ من این کار نکردم و از این گپ این کارم نمیکنم و بلکه را واجب دینی خود میدانم، مثل که خود احناف در این مسئله که بیشتر رد میکنین واقعا علمش ندارین. اینا براتون گارانتی میگم ثابتم میسازم. نگه از خاطر اینکه به علمیت شما، به ذکاوت شما، به فهم شما من قبول دارمش بدون شک و شما اهل علم هستین و درس خواندین، زحمت کشیدین، در اون من شک ندارم. اما یک طرفه قضیه را قضاوت کردن، تلک ایدن قسمتون ضیزا، امید که آید غلط نخونده باشه، می فیصله ظالمانه و غیر عادلانه. نیزا برادر گرامی بارک الله فیک، ببین وقتی که خودت میگی در علوم اسلامی تخصص نداری، رشته انجینیر صاحب است یا انجینیر صاحب هر چی که هستی، الله توفیق مزید نصیبت کنه. ما از خوشحال میشیم که انجینیر ما، دکتر ما، هر کسی ما در علوم اسلامی مهارت داشته باشه. تو که علوم اسلامی فقط مربوط به ملا و مولوی است و انجینیر صاحبا و دکتر صاحبا پرهیز باشن، نه خیر، پرهیز نیستن. ولی که خودت مثالی من حیث یک مسلمان آدرسی مرا گم کرده، مرا گفته که گستاخ است و بی ادب است یا چی است چنان است در ویدیوی خود، و گفته که یک توصیه دوستانه است. توصیه دوستانه قسمی نمی باشه، توصیه دوستانه میست که امو وقت تلاش میکردی برادرت محمد وارث سیمونی و پیدا میکردی، براش میگفتی که اینی گپ تو نظر بینی دلایل چندین بار متن نوشته کردیم کسی. امام بخاری رحمه الله در صحیح بخاری خود رد بر احناف کرده، از کتاب الایمان شروع تا آخرشه. و آیا این بی‌ادبی و گستاخی است؟ نه خیر، نه بی‌ادبی است نه گستاخی. کاش که امام بخاری رحمه الله یک رد بوده باشه، کاش که امام بخاری رحمه الله. برادر ارجمند، هر چیز به نوبت هست، شما گوش بگی. آلی امام بخاری خودش زنده نمیشه که بیای باز دوباره رد کنه مسائل غلط شما را. آلی فرزندای امام بخاری اما ردود از ما نقل میکنیم. ما کجا دعوا کردیم که ما علمیت ما به این سطح و به این سویه رسیده که کلی مذاهب ما نقد میکنیم، ما اینقدر مجتهد بزرگوار و کلان شدیم و که کلی مذاهب از سر ما تصحیح میکنیم؟ ما چنین دعوا را در کجا کردیم برادر ارجمند؟ ما همون نقدهای علمای قدیم نقل میکنیم، همون نقدهای علمای قدیمه. حاضر تو که میگی امام بخاری همون علمیت داشت که رد کرده، او علی وفات کرده، خلاص ما دیگه دهن خود مهر بزنیم به مذهب شما که چیز نگویه به خاطر که مذهب مقدس شما خراب نشود. این خو یک خیال است و محال است و جنون. ما همون نقدهای علمای قدیم نقل میکنیم. ابن ابی شیبه رحمه الله تعالی را باز میکنی، مصنف ابن ابی شیبه رحمه الله را در اونجا میگه کتاب الرد علی ابی حنیفه، کتاب رد بر ابی حنیفه، و در اونجا احادیث بیشمار را این مصنف امام ابن ابی شیبه میاره رحمه الله، میگه این احادیث نبی صلی الله علیه و آله میگه گفته، لکن مذهب امام ابی حنیفه این چیز گفته، بر ابی حنیفه رد میکنه. اگر ما امر ردود را نقل بکنیم، این کجا از گستاخی و بیادبی است برادر ارجمند؟ من برایت میگم که تو وقتی که خود انجینیر صاحب هستی، از تو تقاضا میکنم یک مولوی صاحبی که خوب مولوی کلان باشه، فردا شب را حاضر بکو در بحث، خوب مولوی عالم کلام باشه. من حدیث متفق علیه پیش میکنم، او تکبر میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر مذهب. به خاطر مذهب حدیث صحیح را قبول نمیکنه. و من گفتم که تکبر و گستاخی همی هست که حق گفته شود قبول نکنی، این را گستاخی میگن. اما یک انسان یک مسئله خلاف دین را رد بکنه، این گستاخی نیست. اگر رد کردن مسائل ضعیف مذهب گستاخی باشه، پس ابو یوسف و محمد بن حسن شیبانی دو شاگردی دست اولی ابی حنیفه، دو شاگردی که بعد از ابی حنیفه این دو امام احناف است، بعد از ابی حنیفه دو بزرگوار کلان امام های مذهب حنفی است. در دو حصه مذهب، دوی از سوم حصه، در دو حصه بر امام رد کردن. چرا رد کردن؟ این اگر گستاخی باشه یا گستاخ شدن، زیرا از کل مذهب فقط یک بخش از امام قبول کردن، دو بخش دیگر از سر امام رد کردن، گفتن این گپات خلاف اسلام، خلاف حدیث، و او را رد کردن. حتی فعلا تو شاید قگبم بفهمی از ملاها شنیده باشی که احناف فعلا در زیاد مسائل به قول صاحبین میرن، به قول ابو یوسف و به قول محمد. چرا؟ به خاطر این قول خود امام ما ضعیف است، لہذا ما به قول شاگردا عمل میکنیم. پس وقتی که رد کردن در قدیم رواج بود، در حتی در بین صحابه کرام رد کردن سر همدیگر رواج بود، و در بین سلف علما و تا امروزه.
وقتی ما یک مسئله را فعلا رد میکنیم سر کسایی رد میکنیم که هم عصر ما هستن، کسایی که فعلا در زنده هستن مسئله را به مردم بیان میکنن. ما میگیم نه خیر، یعنی مسئله تو خلاف حدیث است، تو به خاطر مذهب مردم به خلاف حدیث فتوا نده و این وجیبه دینی ما هست برادر ارجمند. لہذا ما چنین مسئله را که او از حزم عوام الناس بیرون باشه ای را بیان نکردیم. این قدر گپه که تو به اشاره کردی ما خوب صحیح خبر داریم که کلم الناس بقدر عقولهم، با مردم که گپ میزنه به اندازه عقلشان گپ بزنید. از این گپ ما خوب خبر داریم. و علمای ربانی کسایی هست که الذين يربون الناس بصغار العلم قبل بارهی، که مردم علم خرد نشان میدن قبل از علم بزرگ. این منهج ما الحمدلله سلیم است. حالا تو من حیث یک انجینر، یک مسلمان، یک برادر، بیا در نوارهای صوتی ما بپال، در 8000 سوال جواب، بیشتر از 8000 الحمدلله 8500. همچنان در درسای تفسیری ما، در درسای بخاری، در دیگه درسای ما در اینجا بپال و بگو که در این مسئله تو خلاف اسلام گپ زدی، برای ما نشان بده. والله ثم بالله ثم تالله قسم که از صدق دل برای دعا میگیریم که انجینر صاحب الله تو را خیر بده که تو یک غلطی ما را کشیدی. لکن اینکه احساساتی بیایی که تو مذهب ما رد نکو و عوام الناس نمیفهمه. عوام الناس انسان هستن، اینها حیوانات نیستن، اینها مسلمان هستن، اینها عقل دارن. ما الحمدلله تو میگی که اکثر تمرکز تان سر حنفی است، نه خیر، هرکس این گپ تو اشتباهه. اکثر تمرکز ما سر قرآن و حدیث است. ما تا این روزه یک درسی نداریم به نام رد حنفی ها. این قسمی کتاب شروع نکردیم. ما کتابایی را که شروع کردیم که ورا تام قبول داری قرآن حدیث. ما همین قرآن حدیث که تشریح میکنیم در بعضی مسائلش خلاف حنفی وقتی قبول میایه این سر ما فرض است که میگیم. اگر تو میگی که از حزم عوام الناس بیرون است، تو مثال بده که کدام مسئله ما هست که عوام الناس نفهمیده، او را ما به عوام الناس گفته باشیم و عوام الناس نفهمیده باشه. در حالی که زیاد درسای ما قبلا در مدرسه که بود در طلاب علم بود، بلکه حال طلاب علمی که با ما بودن فعلا الحمدلله بعضیشان طلاب علمی هستند که من خودم به علم آنها الحمدلله محتاج هستم. یعنی قدر طلاب علم خوبه الله عزوجل به ما داده بود در اون زمان که حال خودشان رشد کردن. لہذا یعنی ما چیزی را نگفتیم که عوام الناس را نفهمه و کدام عقده با احناف هم نداریم که باز دوباره گپ تکرار کردی و باز دوباره صدایتان باز میکنیم. برادر ارجمند با مثال گپ بزن خوشحال میشیم. اما غیبت کردن و پشت سر ما متن نوشته کردن، در فیسبوک انداختن و ما را به این گپ متهم کردن که تکبر داره و خود علامه زمان میگه، در حالی که الله شاهد است و کلی برادرایی که صدا میشنون یا میدونن که من از استاد گفتن خوشم نمیاد. میگم که من برادرتان هستم، مرا استاد نگویید. حتی خود برادرای خاصی که امرای من مدیر هستند در کانالا، یکیش روز استاد گفت باز میگه برادر میگه گپ یادم آمد. اما اینکه بعضی کسای دیگه هم قبلا یک رساله‌ای بسیار طفلانه اینا نوشته کرده بودن در رد ما نقدی آقای منیب، گفته بودن یک اعتراض مامیست که خود شیخ میگه، در حالی که من ابدالابد خود شیخ هنوز نگفته بودم، زیرا شیخ یک انسان موسفید کلان سال عالم بزرگوار میگه، اما ما یک طلاب علم بلکه یک طالبه خود علم هستیم. امید است که مثلا برای واضح شده باشه برادر گرامی و عالی خودت از دهن خودم شنیدی و حجت الله سبحانه و تعالی هم سرت قائم شد. دیگه اگر کسی غیبت میکنه باز خودش جزای خودش میبینه. بارک الله فیکم. من میخواستم دوباره صدای شما را باز کنم و از شما بشنوم. فکر میکنم که رفتن. بله آمدن، تشریف بیارید مهربانی. مهربانی برادر گرامی صدای شما رو دوباره باز کردیم. همین اصل گپ در دلت مختصرتر بگو که وقت دیگه دوستا را کلا گرفتیم. میخواستم حدیثی را که شما گفتن که ما برای در حنفی مذهب ها پیش میکنم اونا تکبر میکنه از بخاری شریف امور اگه یاد کنین من بفهم. بارک الله فیک. حدیث برای یاد میکنم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اگر کسی یک حیوان را شیرش چند روز ندوشیده بود که اما ساده میگیم پستانی، اما حیوان کلان شده بود شیرش زیاد معلوم شد، بازی را به کسی فروخت و او کسی که یک روز شیر از این را دوشید دید که شیر از این خو کم است، در حقیقت خو شیر چند روزیش است که قدر زیاد معلوم میشه. این حدیث به نام حدیث مسرات هست، حدیث در صحیح بخاری است. رسول الله علیه و سلم میگه که می نفری که فریب خورده می گوسفند یا شتر یا گاو خریده میتونه پس ببره و صاحبش بده، اما ای که شیر چند روزیش خورده یک صاع از خرما هم همراهش پس ببره، یک صاع از خرما رو بگیره و همراه ازی ببره بگه که تو یعنی مرا فریب داده، یعنی صاع خرما را در عوض شیر بگی
و پول مرا پس بده و گو گوسفندی که هست پورا پس بگی. این فتوای رسول الله صلی الله علیه و سلم هست در صحیح بخاری. اما برادرای حنفی ما را رد میکنن. چرا؟ میگن این خلاف قیاس آمده. قیاس چی است؟ قیاس میگه ای است که شیر در عوضش یا شیر باید بدی یا در عوض شیر پول نقد بدی. اما این خونه مثال سوری شد، نه مثال حقیقی شد. نه شیر دادی نه پول دادی، خرما را چی به شیر؟ عاجل حدیث رد میکنن و این حدیث حتی در اصول فقه رد میکنن که خلاف متن عربی یک میخوانید. برادر گرامی تو خو یک انجینر هستی، میخوای حدیث ابو پالی نوشته که حدیث مصحح خیرش باشه. ما هر چی که هستم شما یک متن عربیش یک تلاوت کنین از خیرتون. درست است، متن عربیش هم برات میخوانم، لکن مثال دومم گوش بگی که پیشتر مثال دادم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که البیعان بالخيار ما لم يتفرقا. دو نفری که بینشان خرید و فروش میکنن تا که از هم جدا نشدن، هر دوشان اختیار دارن. مثلا ما تو در یک مجلس نشسته هستیم، یک موبایل ما به تو میفروشم و تو از من میخری، پول به من میدی و پول ما در جیبم میکنم و تلفن تو در جیبت میکنی، لکن در مجلس نشسته هستیم پس تو پشیمان میشی و میگی که خیر از ما امی پول تا پس میدم، موبایل تا پس بگی. رسول الله علیه السلام میگه البیعان بالخيار ما لم يتفرقا. این دو نفر اختیار دارن، اگر تا که جدا نشدن میتونن یکیش پشیمان شود. اما حنفی ها این حدیث قبول ندارن، میگن که نه خیر، وقتی که بیع صورت گرفت این پیسه در جیب خود زد و موبایل در جیب خود زد، دیگه نمیتونه که پس رجوع بکنه. این حدیث هم در صحیح بخاری است برادر گرامی. اما حدیث اول که گفتی الفاظ بخوان، حدیث اول الفاظش قسم است. حدیث ابی هریره رضی الله عنه روایت کرده، متفق علیه است. من اشترى شاتا مسراتا فلینقلب بها. کسی که شات مسرات را میخره ببره به خانه خود، فلیحلبها، شیر از را بدوشه. فان رضی، اگر دلش شد راضی شد بگیره مرا نگاه بکنه، و الا اگر پس میبرچه ردها و معها صاع من تمر، امورا پس ببره و یک صاع از خرما نیز همراهش پس ببره. جزاکم الله خیرا. درست است، ان شاء الله ما و شما میباشیم از بیانات شما استفاده میکنیم، باز کدام حرف داشتیم باز شریک میسازیم با شما. خوب است ان شاء الله برادران، همین قسم با دلیل و با حجت. بارک الله فیکم، خوش و سلامت باشید، جزاک الله خیرا. دوستای ارجمند و گرامی، تشکر از شما که تا با ما بودید. الله سبحانه و تعالی همه ما شما را اخوت و صمیمیت و برادری و محبت نصیب بگردانه. قلبای ما را الله عز وجل به هم بارک الله فیکم. تشکر از شما مزی برادر ما انجینر سبا. ان شاء الله کار ما ان شاء الله از آخرت خود حذف میکنن یا میگذارن. اگر یعنی آخرت باز حساب میدن به خودشان است، ان شاء الله که حذف میکنن خودشان. مهربانی برادر گرامی. سلام علیکم استاد محترم، ان شاء الله خوب است، صحتتون خوب است. استاد محترم، امی برادری که انتقاد میکنن امی کلمه مبارک معنا کنن، تفسیر و ترجمه کنن. امیره اگر تفسیرش کردن میتونن صرف معناش کنن، بعد بیان در بحث اشتراک کنن. ما میپذیریم حرفشان. جزاکم الله خیر. بارک الله. ان شاء الله شب بعدی اینجا باز با ما میباشه، ان شاء الله صحبت میکنه، تقاضای شما رو ان شاء الله پورا میکنه. بارک الله فیکم. برادر تاجیکی ما سلامتان آمد و هرچی که در سلامم تعالی هم که نگوید بهتر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام شما را جواب بدیم ان شاء الله. سوال تا بگو برادر عزیز. استاد محترم، یک سوال داشتم رابطه با چیز. یکی از برادرای ما در مسافرت بوده، زن گرفته، نکاح صورت گرفته، مهریه هم 7.5 لک مثلا مهریه شو بوده، 2,80,000 دادن. الان از چیزی از نکاح کردگیش 5 سال گذشته، یعنی تا درست هم صحبت نکرده. خانمش گفته من نمیخوایم ریزانیم چکار فلان. بعدا این چی کردم مثلا میخواد طلاق میده اینا را که بازم مولای جای ما فتوا دادن که مثلا تو طلاق میتی مهریه کلا به دخترک میرسه یا نصفش میرسه. مثلا همین چیزی خواستم شما بشن کنم. دوستی گرامی بارک الله فیکم، جزاکم الله خیرا. مسئله شما الحمدلله در قرآن کریم واضح حل شده. در سوره بقره آیه 236 الله متعال گفت لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. بر
شما گناه نیست اگر مشکل پیش آمد زن را طلاق میدادید قبل از اینکه با او هم بستر شوید، قبل از اینکه با او خلوت صحیحه بکنید یا قبل از اینکه مهر تعیین بکنید، اگر طلاق دادید باز برای از او یک تحفه موفه بخرید و متعهن، متاع، یک لباس تحفه براش بدید، درست میشه. لکن الله عز و جل میگه که و ان طلقتموهن در آیه 237 اگر شما زن طلاق میدید من قبل ان تمسوهن، قبل از اینکه با او نزدیک شوید، قبل از اینکه با او لمس بکنید، هم بستر شوید یا خلوت بکنید، یک جا هر دوتان تنها شوید، و قد فرضتم لهن فریضه، و در حالی که شما مهر آنها را تعیین کرده بودید، مهر تعیین شده بود و شما نکاح کردید و قبل از نزدیک شدن طلاق دادید، فنصف ما فرضتم، پس نصف مهر را بدید. فنصف ما فرضتم، بر شما لازم است که نصف مهر را بدید. الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النکاح، مگر اگر آنها عفو کنن، بگن که خیر است، بخشش کنن، بگن که مهر اجنبی برو ما را طلاق بدی، خلاص. اگر تو یک تقاضا باز بخشش کنن، بخشش در غیر از اون نصف مهر تو باید بدی، نصف مهر تو باید پرداخت بکنی به خاطر مهر تعیین کرده ای. این در صورتی که تقاضای طلاق از طرف شوهر باشه. اما اگر تقاضای طلاق از طرف دختر می باشه، تقاضای طلاق از طرف دختر که باشه، باز در این صورت این خلع گفته میشه در شریعت اسلامی و این حدیثش در صحیح بخاری است. این مسئله در قرآن کریم هم اشارتا آمد، اما تشریح در حدیث است که خانم ثابت بن قیس آمد پیش رسول الله علیه السلام و گفت که یا رسول الله من نمیخوایم با ثابت بن قیس باشم، میخوایم طلاق بگیرم. نبی علیه السلام گفت که باغش پس میدی؟ گفت بله پس میدم. رسول الله صلی الله علیه سلام فرمود برای شوهرش که باغ را بگی، باغی که در مهر داده بودی و خانمت طلاق بدی. پس اگر این مرد مشکل نداشته باشه و این زن خودش تقاضا داره، باز در این صورت زن باید مهر پس بده و خود آزاد بکنه. زن برای شوهر 2.5 لک روپیه را پس بده. لکن در اینجا مسئله باریک به خاطری است به علمایی که در میان شما قرار دارن و از قضیه از اصلش خبر دارن با او مراجعه کنید، به خاطری که یعنی این خودش یک ظلم بسیار آشکاری هست که 5 سال یک دختر جوان تو به خود به نام زن نگاه کو، منتظر بساز و تو در کشورهای خارج در سفر باش و اون زن جوان از خود نفس داره، شهوت داره، خواهش داره، تقاضا داره، حق و حقوق داره. پس اینکه 5 سال نامده، البته او خانم بیچاره گفته ایرا ما چی کنم شوهره 5 سال است نمیآید، ما ایرا چی بکنم، این خو شوهر نشد، این خو مسافر است. لحاظا این خانم خسته شده و میگه که شوهرگیری نمیتونم، از این خاطر ما ایرا از این ما طلاق خود میگیرم. در این صورت باز به محکمه اسلامی مسلمان مراجعه و برای شوهر وقت داده میشه 4 ماه و 10 روز. اگر آمدی خوب 4 ماه در روز نه، فقط 4 ماه برای وقت داده میشه که اگر پس بازگشت کردی آمدی بسیار خوب، اگر نامد باز در این صورت خانم خودش طلاق است، باز محکمه حکم میکنه و دیگه ازدواج کنه. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و احسن الله الیکم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان. السلام علیکم استاد عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد عزیز بستن دست رو بعد از رکوع اگر لطف بکنید در باب عزیز توضیح بدهید. دوست ارجمند در رابطه با بستن دستا بعد از رکوع در این رابطه یک متن نوشته کردیم و نوارای صوتی هم داریم در کانال، لکن سخن عمیق و چقور و دقیق همی هست که در این مسئله اختلاف واقع نکنید. اگر کسی برایش گذاشتن دستها بعد از رکوع سنت معلوم میشه، به مثل ابن باز، ابن عثیمین رحمهم الله و به مثل ما و دیگه علمایی که هستن، ما طلاب علم و بعضی علمای دیگه که به قائل هستن که دستای خدا بعد از رکوع بسته میکنن، به اینها جنجال به کار نیست. اگر کسی نمیکنه با هم جنجال به کار نیست. چرا جنجال به کار نیست؟ به خاطری که در این مسئله یعنی دلایل خیلی روشن نشده. ما با بعضی نصوص استدلال میکنیم از بعضی روایات که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که وقتی که یک نفر فی الصلات در نماز هست دست راست را به دست چپ میگذاره فی الصلات، و کلمه فی الصلات عام هست، از الله اکبر شروع تا سلام کل شده بر میگیره، از خود الله اکبر تا سلام کل شده بر میگیره. پس فی الصلات معناش شد که یعنی در کل نماز دستایت بسته باشه. لکن ما شما در رکوع، در سجده، در تشهد دیگه حدیث داریم که در رکوع دستا به زانو میره، در سجده دستا به زمین میباشه، در تشهد باز دستا دیگه جا میباشه، همین قسم. پس میمانه بعد از رکوع. بعد از رکوع دلیلی خاصی نیست که ما بگوییم که بعد از رکوع دستا در کجا باشه. پس اونمو کلمه فی الصلات در اینجا علما گفته که هم فی الصلات است و ما اصل خود باقی میمانه که دست بسته کردن است. و همچنان در حدیث دیگری که اذا کان قائما، لفظ قیام آمده که در وقت قیام انسان دست راست را به دست چپ بسته بکنه.
گرچه قیام علمای اکثر علما میگه قبل از رکوع میگه، بعضی علما میگه قیام قبل از رکوع هم قیام میگه، بعد از رکوع هم قیام است. لہذا بعد از رکوع میگه ما دستای خدا بسته میکنیم.